آغاز امپراتوری خونین. فصل هفتم، قیام اورهان با چهره‌های جدید از قدرت. در فصل هفتم قیام اورهان، دیگر خبری از عثمان غازی نیست. قهرمانی که سالها با خون و شمشیر بنیاد حکومت را گذاشت، حالا با عزت از دنیا رفته است. اما با مرگ عثمان، خلای بزرگی به وجود آمده. و در این خلا، دشمنان از هر سو حملهور شده‌اند. در ابتدای این فصل، اورهان را می‌بینیم که در میان اندوه از دست دادن پدر، با واقعیتی تلخ روبرو می‌شود. تخت سلطنت هنوز تثبیت نشده، دشمنان داخلی به طمع افتادند و قلعه‌های مرزی یکی پس از دیگری مورد حمله قرار می‌گیرند. اما چیزی در وجود اورهان تغییر کرده. او دیگر آن جوان خام نیست. با شمشیر پدرش و با ایمان به راهی که عثمان آغاز کرده بود، اورهان تصمیم می‌گیرد مسیر را ادامه دهد. اما به روش خودش. یکی از مهمترین صحنه‌های این فصل، شورش یکی از بیگ‌های قبیله است که خود را شایسته رهبری می‌داند. این خیانت از درون اوضاع را به شدت بحرانی می‌کند. اما اورهان با کمک علاءالدین جرکوتایی و فرماندهان وفادار، نقش‌های بیرحمانه می‌کشد تا دشمن را در همان جایی که احساس امنیت می‌کند، نابود سازد. درگیری‌ها به شدت بالا می‌گیرد. در یکی از حماسی‌ترین سکانس‌ها، اورهان با ارتش خود به قلب قلعه‌ای می‌تازد که زمانی توسط عثمان فتح شده بود، اما حالا دوباره به دست بیزانسی‌ها افتاده. نبردی نفسگیر، خونین و سرشار از تاکتیک‌های جنگی و مبارزه‌های تن به تن در این قسمت روایت می‌شود. در میانه فصل، اورهان تصمیم می‌گیرد پرچم رسمی قبیله را تغییر دهد. به نشانه ورود به عصر جدید. عصری که دیگر با سیاست‌های محتاطانه عثمان اداره نمی‌شود، بلکه با قدرت مطلق و پاسخ قاطع به هر تهدید. فصل هفتم پر است از فتوحات، توطئه‌ها، اتحادهای خطرناک و نبردهای فراموش نشدنی. دشمنان به ظاهر شکست خورده باز می‌گردند و حتی از درون خاندان عثمان کسانی هستند که در برابر اورهان می‌ایستند. اما اورهان یک چیز را خوب می‌داند، فقط با خون، شمشیر و وفاداری می‌توان این سرزمین را حفظ کرد. و این دقیقاً همان چیزی است که او آماده انجام آن است.